بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النساء شقائق الرجال وجعل المرأة أما وأختا وابنة وزوجة للرجل، وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة وعلى آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالیم که بار دیگر فرصت دست داد تا خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه. در ابتدا خدمت یکایک شما عزیزان که در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می‌فرمایید عرض سلام و ادب فراوان دارم و با اجازه شما خدمت مهمان گرامی کارشناس برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح که باز هم در استودیو با ما حضور دارند عرض سلام و ادب داشته باشم. جناب استاد سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بنده هم به خدمت شما جناب استاد و تمام بینندگان عزیز و گرامی که امینک صدای ما را میشنوند و تصویر ما را میبینند عرض سلام و ادب دارم و امید است در هر جایی که هستین در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. سلامت باشیم جناب استاد گرامی. خب بیننده های عزیز و گرامی، همان گونه که خدمتتان عرض شد با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه باز هم خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. در این برنامه با یکی از مباحث داغ دیگری که از این مبحث دشمن و مخالفین اسلام همواره خواستند و میخواهند و خواهند خواست که علیه اسلام ضربات را وارد بکنند و شبهات را در اذهان مسلمانان و در اذهان به خصوص جوانان و همچنین زنان وارد کنند، بحث جایگاه و منزلت و مقام زن در دین مبین اسلام است. انشاءالله در این برنامه پیرامون جایگاه زن، منزلت زن، مقام زن در دین اسلام صحبت‌هایی خواهیم داشت و امیدواریم که در برنامه بعدی هم بتوانیم مقارنه و مقایسه داشته باشیم بین حق که دین مبین اسلام به زن قائل شده است و حقی که مدعیان حقوق زن امروز ادعا می کنند که از طریق قوانین وضعی که ساخته دست خودشان هست به زنان دادند. خب بیننده های عزیز و گرامی، در این برنامه پیرامون جایگاه زن در اسلام بحث میکنیم. وقت بحث از زن میشه فکر کنم اذهان همه به سوی فقط همسر معطوف داشته میشه. امروز وقت بحث زن هم مطرح میشه بحث همسر است. اما من این پرسش خدمت جناب استاد فاتح مهمان گرامی برنامه ارائه میکنم که جناب استاد آیا وقت بحث زن
یا کلمه زن یا حقوق زن اطلاق میشه و مورد بحث قرار میگیره، تنها زن به همسر گفته میشه یا نه که زن شاملتر و فراگیرتر از همسر است، یعنی کسای دیگری هم مانند مادر و خواهر و بالاخره عمه و خاله و دیگرای ها را هم در بر میگیره؟ بدون شک جناب استاد وقتی که ما کلمه زن را استفاده میکنین در مقابل مرد قرار میگیره. زن در مقابل مرد قرار میگیره و این یک برداشت بسیار اشتباهیه که چنانچه شما هم اشاره کردین که متاسفانه در میان بعضی از جوامع فکر میکنن که وقتی نام زن گرفته میشه یعنی همسر، یعنی خانم فرد یعنی زن، فکر میکنن همینه. ولی حقیقتا اسلام عزیز در کل برای زن جایگاه خاصی داده و فرق نمیکنه که این زن مادر باشه، فرق نمیکنه که دختر باشه، خواهر باشه، مادر باشه، همسر باشه یا به هر حال عمه و خاله و دیگران که به هر حال اسم زن را با خود به هر حال یدک میکشن. هر کدام اینها از خود در اسلام جایگاه خاصی دارن و اسلام عزیز به هر کدام اینها جایگاه خاصی قائل شده و به اینها در واقع مرتبه و منزلت مخصوص و ویژه‌ای به اینها داده. پس بناهن وقتی ما کلمه زن را مورد استفاده قرار میدهیم، زن در مقابل مرد همان کل اینها در واقع در بر میگیره و تنها کلمه زن مربوط به همسر و یا خانم نمیشه. خب استاد گرامی، به خاطر از اینکه حقوق زن یا جایگاه و منزلت زن در دین مبین اسلام آشکارتر و واضحتر شود، چه بهتر است که ما یک جایگاه زن و منزلت زن قبل از طلوع خورشید اسلام به بحث بگیریم که زن قبل از اسلام، قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از چه جایگاه، از چه مقام در میان جوامع آن روز که البته امپراتوری های وقت هم در آن روز حضور داشتند و ادعای داشتن تمدن را هم میکردند، این زن از چه مقام در وقت برخوردار بود؟ جناب استاد سوال بسیار دشوار پرسیدید و سوال بسیار طولانی. اجازه بدین که من کل جوانب این سوال را به خدمت بینندگان عزیز و گرامی به صورت تفصیل اشاره بکنم. بفرمایید استاد. حقیقتا جناب استاد هر انسان عاقل و هوشیار و انسان فهمیده و انسانی که اهل علم باشه برایش واضح و اویدا هست که دین اسلام تنها دینیه که حقیقتا جایگاه زن را بسیار بلند و بالا شمرده و به این را به عنوان یک چالش میگم. کل ادیانی که امروز وجود دارن، حالا قبل از این که ما بریم در قبل از اسلام، قبل از وجود اسلام، حتی همین افرادی که امروز ادعای جایگاه زن میکنن و حقوق زن میکنن، به اینها به تک تک از اینا جناب استاد به عنوان یک طلبه علم چالش میدم که بیاین دین اینها را هم مورد بررسی قرار میدین و دین اسلام را هم مورد بررسی قرار میدین و به عنوان یک انسان اصلا بیطرف، من هم به عنوان بیطرف، اون فرد هم به عنوان بیطرف و بیننده ها هم قاضی، بیاین یک مقارنه میان اینها انجام بدین. واقعا اسلام تنها دینیه، این را با جرأت میگم. اسلام نه که به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک فردی که از اسلام آگاهی دارم. بله، اسلام شناس به تعبیر اونها. حالا افتخار میکنم به مسلمان بودنم، اما در این مورد تنازل میکنم، اصلا به عنوان یک مسلمان نه، بلکه به عنوان یک کسی که از اسلام چیزی آگاهه. چالش میدم که هیچ دینی، هیچ آیینی، هیچ مذهبی به زن اینقدر ارزشی که اسلام داده نداده. میرین با هم دیگر قبل از این که به ادیان دیگر بپردازیم، اول از قبل از اسلام شروع میکنیم. قبل از این که اسلام ظهور بکنه، در زمانی که رسول الله علیه السلام در جامعه‌ای که رسول الله علیه السلام زندگی میکردن، یا اصلا بگین در کل دنیا، در جهانی که تنها بحث ما بود استاد گرامی، که سوال ما، پرسش ما بود که ما نه تنها بیاییم فقط وضعیت زن را در جزیره العرب، در جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میزیستند و از آنجا از میان آن مردم به حیث پیامبر آخر زمان برگزیده شدند، نه خیر. من میخوام در عصر
که پیامبر میزیستن یا ما قبل تولد پیامبر یک بررسی کلی داشته باشیم از وضعیت زن در تمدن‌های آن روز، تمدن مثل فارس و روم و هند و اینها. جناب استاد، میخوام که از جامعه‌ای که رسول الله علیه السلام در او زندگی میکردن از اینجا شروع بکنم و به ترتیب انشاءالله پیش میرویم. جامعه‌ای که رسول الله علیه السلام زندگی میکردن، قرآن کریم به صورت واضح اینجا برای ما آشکار کرده و نه تنها قرآن کریم بلکه تاریخی که در واقع حتی تاریخ نویس‌های مخالف و موافق این مورد را مورد بررسی و کنکاش قرار دادند که قبل از اینکه اسلام در جزیره العرب ظهور بکنه افرادی بودند که حتی زن را به عنوان انسان نمی شناختند، با زن به عنوان یک انسان با او رفتار نمی کردند، بلکه به عنوان یک فردی که حالا بشه با او کارهای اشباع جنسی کرد، غرایز جنسی خود را به هر حال مهار کرد، به این ترتیب، یعنی به همچون دیدی با او نگاه می کردند. حتی ما در قرآن کریم داریم و همچنین در تاریخ هم داریم که دختران خود را به خاطر ننگ و عار زنده به گور می کردند و قرآن کریم این را به عنوان یک عمل زشت آمد و رد کرد. افتخار می دانستند که یک فردی که به هر حال دختر در خانه اش شده افتخار می کرد که دخترش را بره زیر خاک بکنه، یعنی برای خود بودن دختر و دختر داشتن را ننگ و عار می دانست که باید این ننگ و عار زیر خاک شود، باید زیر خاک بشه. الله متعال یک فرد آبرومند در جامعه زندگی بله. مثلا از استدلال هایی که داشتن میگفتن از این دختر چی ساخته میشه؟ یک پسری باشه که حداقل در یک روزی به درد ما بخوره، برای ما یک کاری بکنه، اگر جنگی میشه در صف در کنار ما باشه، حداقل یک چیزی به درد ما بخوره. این دختر چی به درد ما میخوره؟ امروز نه فردا یک کسی دیگه میاد یک بیگانه ور میگیره میبره به خانه خود و این جز آبروریزی چیزی دیگر نیست که متاسفانه جناب استاد این فکر حتی در میان بعضی از مسلمانانی که در واقع یک شائبه بگین یا یک گردی از غبار جاهلیت صدر اسلام یا قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه در فکر بعضی از مسلمانان امروز هم این متاسفانه غبار هنوز وجود داره. بدون شک جاهلیت قرن 20 در جاهلیت قرن 20 حتی در میان مسلمان ها مروج است. بله. به همین خاطر است که اغلبا علما و اندیشمندان اسلامی وقتی طرف مقابل این شبهه را پیش میکنه که گویایی که در اسلام شما مسلمان ها این کار میکنید اون کار میکنین و حق زن تلف میکنین، نه، ما میاییم اسلام همون قسمی که شما در برنامه های قبلی هم اشاره کردین، اسلام از منبع و مصدر اصلیش که کتاب و سنت است به اونجا میبینیم که زن چه حقه، چه جایگاهه، چه مقام به زن قائل شده است. میان جناب استاد آیات قرآن کریم که در این مورد اشاره داره که اینها افراد متاسفانه دخترها به خاطر ننگ و عار زنده به گور میکردن. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نحل آیات 58 و 59 میگه و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، میگه وقتی که برای از او گفته میشد که تو صاحب دختر شدی، این نفر چهرهش سیاه میشد، بسیار عصبانی میشد. و هو کظیم، الله متعال میگه بسیار خشمناک میشد، بسیار خشمگین میشد که چرا من دختردار شدم، نباید من دختردار میشدم. دختر جز آبروریزی و جز بدبختی چیزی دیگری به بار نمیاره و نعوذ بالله همچون فکره و همچون اندیشه متاسفانه در میان از اینا بود. الله متعال میگه یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، از بس که این نفر یعنی متنفر بود از این که دختردار بشه، از پیش این قوم، از پیش مردم کلن چیکار میکرد؟ اصلا فرار میکرد، مردم ترک میکرد، میرفت به جای دیگری و با خودش میگفت که ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، آیا این دختر به همین ننگ و عار نگه بدارم پیش خود یا این را برم زنده به زیر خاک بکنم و به گور بکنم؟ یعنی این نفر پیش خود فکر میکرد که من چیکار بکنم، آیا این زیر خاک بکنم زنده یا این که این ننگ و عار را برای خودم نگه بدارم؟ چیزی که من مورد بحث من هست این است که این دختر را برای خود ننگ و عار میدانستند. الله سبحانه و تعالی باز در سوره مبارکه تکویر آیت 8 میگه و اذا الموءودة سئلت. جناب استاد فقط من این که ای کاش زنان امروزی همان مادر و خواهر و دختر و همسر
مفهوم ای آیت، مفهوم ای فرموده الهی را درک بکنه و بینه که قرآن آمد، اسلام آمد، زن به چه جایگاه و به چه منزلت ارتقا بخشید. بله بدون شک، بدون شک جناب استاد. یعنی واقعا اگر کسی قرآن کریم را بخونه، من گفتم که به عنوان یک فردی که قرآن را میدانه چالش میدم که بیا یک کسی از یک دین دیگری مثل که اسلام برای زن جایگاه داده بیا ثابت بکنه. این از زمان رسول الله علیه السلام که ما به صورت خلاصه فقط گفتیم که این وضعیت به سر زنهای بیچاره بود. میم مثلا در بودایی هایی که فعلا هم در هند هستند و در مناطق دیگر هم هستند، تنها در اونجا نیستند، حتی در برما هم میبینین که بودایی ها هستند و دیگر کشورهایی که برها بودایی ها هستند. وقتی کتب بودایی ها شما مطالعه بکنین، یا خود حضرت بودا و تعبیر اونها یا خود بودا، ببینین که چی میگه در مورد زن. اصلا زن را به عنوان یک تمساح و یک نهنگ و یک چیزی ترسناک او معرفی میکنه. زن از پیشی باید فرار کرد. زن یک بدبختیه که منتظر مثل یک صیاد و مثل یک شکارچیه که بیه دیگران را بدزده و دیگران را بگیره و ببره. این تعبیری است که متاسفانه در دین بودایی ها وجود داره نسبت به زن. حالا قبل از اینکه اسلام بیاید، حتی امروز بودایی ها همین فکر و همین اندیشه را دارن، چون کتاب های آنها سراسر متاسفانه برگرفته از این هست. دین یهودیت را ما ببینیم، یا دین یهودیت بود حتی قبل از اینکه اسلام بیایه، یا حتی همین امروز که دین یهودیت وجود داره. مثلا شما در عهد عتیق وقتی بازگردیم و ببینیم که اصلا در عهد عتیق، حالا ما معترف به این که حضرت موسی علیه السلام این دین نیاورده، این دینی که امروز وجود داره دین تحریف شده آنها، وگرنه هیچ یک از انبیا علیهم السلام یا از پیامبران الهی به همچون دیدگاهی نبودن. خب ما میبینیم امروز مثلا در عهد قدیم در تورات، یا چون عهد قدیم تورات جزئی از عهد قدیمه، حالا به هر حال در این عهد قدیم ما میبینیم جناب استاد که اصلا هیچ نوع شخصیت و منزلتی برای زن قائل نیستند، که اگر انشاءالله وقت بشه یک برنامه حتی در این مورد خاص برین، که اگر موافق باشین یک برنامه خاص برین که در دین یهودیت نسبت به زن چی گفته شده. خب استاد انشاءالله گفتیم بحث اگر خداوند بخواه و فرصت میسر شود انشاءالله در برنامه آینده و در بحث آینده ما یک مقارنه خواهیم داشت میان حقی که اسلام برای زن قائل شده و حقی که مدعیان حقوق زن امروز ادعا میکنن که ما به زن حق میتیم و حق زن گویا در اسلام پایمال شده است. میان از این انشاءالله یک مقارنه خواهیم انشاءالله. و شما در اونجا باز خواهید دید جناب استاد که نه یک آیه نه دو آیه که اصلا زن را انسان نمیدانند. حق زندگی کردن برای زن نمیدن که زن به عنوان یک شخصی باشه که تصمیم بگیره، زن به عنوان یک فردی باشه که بیای تورات بخونه، زن به عنوان یک فردی باشه که بتونه تعلیم بگیره. اصلا چیزهای عجیب و غریب شما در تورات میبینین، در توراتی که امروز یهودی هایی که در کشورهای اسلامی میرن باز داد میکشن حقوق زن. باز میین در مورد مسیحیت یا عهد جدیدی که امروز هست، در اناجیلی که امروز وجود داره یا نامه هایی که وجود داره، نامه های رسولان، یا که البته انجیل به هر حال برگرفته از کتب مختلف و نامه های مختلفه. به هر حال بحث ما اینجاست که جناب استاد شما در این هم که ببینین حق یاد گرفتن تعلیم برای زن نمیدن، زن را به عنوان یک فردی که در جامعه تصمیم گیرنده باشه نمیدانند، و اینها به هر حال میاین. باز این دین مسیحیت هم متاسفانه دین رحمت و دین صلح و دین آرامش و دینی که به زن بسیار حق داده که در حقیقت نداده. مسائل در انجیل وجود داره در مورد زن که اصلا یک زن مسلمان، حتی یک زن مسیحی که واقعا یعنی به دنبال حق باشه، وقتی بخونه یک مقارنه میان قرآن و میان آنچه که در انجیل میبینه در مورد زن، که در مورد زن چی گفته شده که اصلا برای حق تعلیم نمیدن، حق این نمیدن که حتی او بیه به فرد دیگه تعلیم بده. این یک ننگ و عار شمرده میشه برای یک مرد که زن بیه برای از او چیزی یاد بده، زن بیه برای او چیزی بگه. ولی در اسلام ما میبینیم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها صحابه پیش او رجوع میکنن، به عنوان یک فقیه هست، به عنوان یک فردی که فتوا میده. اما در مسیحیت شما این چیزی نمیبینید. و مسائل دیگری، فقط این را یک چیز را مقارنه کردم میان مسیحیت و میان اسلام. میایم در دین زرتشتی ها. بله، زرتشتی ها تمدن فارس که وجود داشت و امروز متاسفانه باز هم میگم عده از جوانان
بیخبر و ناآگاه از دین اسلام در سرزمین فارس و در سرزمین هایی که فارس ها زندگی میکنن ادعا میکنن که گویا اسلام آمد و تمدن نمیدانم چند هزار سالشان را بالاخره بساطش جمع کرد و این ظلم و ستم را علیه این تمدن به اصطلاح تمدن والا و بالا روا داشت. جناب استاد اگرچه در کتاب اوستا، کتابی که مشهوره یعنی در میان زرتشتی ها، کوشیده شده که زن مساوی با مرد قرار بده. بله. کوشیده شده، این نکته را توجه داشته باشین، کوشیده شده که زن مساوی مرد قرار بده. اما دیگر کتبی که غیر از کتاب اوستا هست وقتی شما مطالعه بکنین جناب استاد اصلا میشه گفت که زن را به عنوان یک انسان نه بلکه به عنوان یک شی میشناسن. انسان نه، یک وسیله و ابزاری که یک وسیله، یک چیز، به دسترس یعنی مرد چیز قرار داشته شده. بله، فقط از او استفاده بشه و خلاص یک استفاده داشته باشه که از او استفاده بشه، تمام. زن به عنوان یک فردی که بتونه تصمیم برای خودش بگیره نمیدانند. زن به عنوان ای که تصمیمی در امور مهم داشته باشه نمیگیرند. خب فقط استاد گرامی این سوال هم مطرح میشه امروز، شاید عده از زنها، خواهرها، مادرها و دخترهایی که شاید برنامه را این لحظه مشاهده میکنن و از اسلام آگاهی چندانی ندارن میگن مگر در کشورهای اسلامی مثلا مانند ایران و مانند افغانستان و بالاخره پاکستان و تاجیکستان و کشورهایی که بیشتر فارسی زبان ها ساکن آن هستند، در این کشورها میگن حقوق زن پایمال است. شما این ادعایی که شما میکنین این ادعا فقط در حد یک ادعاست، حقیقت نداره، چون ما زن مشاهده میکنیم که زن از هیچ حقوقی در این کشورها در بین این مردم برخوردار نیست. برعکس در اروپایی که امروز ما زندگی میکنیم میگن کسایی که میبینن، البته در اروپایی که ما امروز زندگی میکنیم ما حق داریم، حق تصمیم گیری داریم، حق کار داریم، دیگه مسائلی به خصوص خود داریم. جناب استاد حقیقتا اسلام غیر از او چیزیه که امروز بعضی از مسلمان ها اون را به نمایش میگذارند. اسلام غیر از اینه. من این را با جرأت میتونم بگم که آنچه که امروز نسبت به زنها برخورد میشه در بعضی از کشورهای اسلامی مثل افغانستان، مثل ایران و به همین ترتیب دیگه کشورهایی که شما ببینین الا ماشاءالله که بعضی کشورها واقعا آنچه که حقی که اسلام گفته آن را اجرا میکنن. حقیقتا اینه که آنچه را که اسلام، جایگاهی را که زن الله متعال سبحانه و تعالی برای زن در واقع تعیین کرده و گذاشته، یا حقوقی را که الله متعال برای زن داده، غیر از آن چیزی که امروز ما میبینیم. یعنی شما میخواین بگین که امروز حقیقت اسلام، امروز اسلام واقعی و اسلام ناب و فرامین اسلام و دستورات اسلام در میان مردم، در حتی در کشورهای اسلامی به صورت شایسته تطبیق نمیشه و اونجا قوانین وضعی، قوانین ساخته و بافته دست بشر در اونجا حاکمیت داره. کاملا درسته. کاملا درسته. جناب استاد اگر از این بحث بگذاریم اجازه بدین، فقط به خاطر اینکه بحث ما گسترده نشه، ما هدف این بود که بحث ما پیرامون جایگاه زن در تمدن‌های قبل از اسلام بود. فقط برمیگردیم به بحث. بله، در دین زرتشت هم گفتین که متاسفانه این مشکل وجود داره که به هر حال زن را به عنوان یک شی میشناسن، برای از حق تصمیم گیری نمیدن و به همین ترتیب که آنچه که متاسفانه وجود داشته که حتی گفتیم در کتب آنها زن به عنوان یک فردی که بیای تصمیم بگیره حتی برای خودش، چی برسه برای دیگران، بیای برای خودش تصمیم بگیره، چون این حقی برای اون نمیدن، چون یک شی از خود اختیار نداره. کامپیوتر من شی است، من خواسته باشم روشن میکنم، خواسته باشم خاموش میکنم، باعث یک آله، با عنوان یک آله از او استفاده میکنم. حالا هر وقتی که خواسته باشم از او استفاده میکنم، نخواسته باشم این از خود اختیار نداره که خود به خود روشن بشه، خود به خود بیه جلو روی من. و متاسفانه این مشکل در دین زرتشت وجود داشته، وجود داره. اما جناب استاد در اسلام، چون شما سوال مطرح کردین باز که هم بحث از این میگذاریم استاد، باز هم یک مثال اگر بیارین در مثلا جایگاه زن در هند
که یک در روم مثلا چه جایگاه چه منزلت قبل از اسلام برخوردار بودن؟ ما جناب استاد بودایی ها رو گفتیم. بودایی ها که اینها در هند و در چین بله گفتیم اینها که اینها افرادی که حتی یعنی زن را به عنوان یک شی ترسناک و به عنوان یک نهنگ، به عنوان یک آدمخور، به عنوان یک صیاد که بیا یک کسی بگیره و با خود ببره و به هر حال به این رقم تعریف شده. و شما کل این ادیان که کنار هم جمع بکنید، چون در زمان رسول الله علیه السلام یا حتی در همین زمان اینها از اصول ها هستند، یعنی از مذاهب و یا از ادیان اصولی هستند. یهودیت، نصرانیت یا مشرکینی که در زمان رسول الله علیه السلام بودند، حتی کمونیست هایی که امروز لادینن و لایکند، اصلا حقی که اسلام برای زن داده اون را نمیدانند. جناب استاد امروز جایگاهی که اسلام برای زن داده، اسلام حقیقتا برای زن یعنی به عنوان یک ملکه و به عنوان یک بانو، به عنوان یک کسی که یعنی واقعا ارزش داده برای او، ارزش داده. ولی ما امروز در جهانی که حتی چی جهان مسیحیته، چی جهان یهودیته، چی جهان بوداییسم، چی اگر جهان کمونیسته، هر این جهان ها را همه که شما در کنار هم بگذارین، میبینین تعریف آنها از حقوق زن اینه که یک زن به عنوان یک آله، باز هم به عنوان یک آله جناب استاد، به عنوان یک آله تجارتی، به عنوان یک آله اشباع جنسی، به عنوان یک آله که دیگران از او استفاده بکنن و خلاص بعد کسی دیگه به او ارزش قائل نشه. فکر کنم استفاده از زن به یک ابزار و وسیله در تبلیغات است، در تبلیغات بازرگانی و تجارتی و هر تبلیغاتی که ما مشاهده کنیم. یک زن با این مقام و جایگاه و با این ارزش، مثلا در افغانستان یا بگیرین در ایران یا در هر جای دیگه، با چند ریال، با چند روپیه یک صابون، یک شامپوی کوچک میسازن، عکس یک زن رو میاندازن بالایش، به خاطر اینکه مالشان فروخته بشه. و الا اینکه این مال ببینین یک 5 افغانی هم ارزش نداره، شاید چند ریال ایرانی هم بسیار اندک ارزش نداره. آیا این ارزشه؟ و ای کاش جناب استاد گرامی، ای کاش این زنه که از اون به حیث و اصطلاح خودشان برش حق قائل شدن و بالاخره ظاهر میشه در صفحات تلویزیون، ای کاش که این زن تا آخر العمر بعد از سن 50 و 60 عین حقوق یا نیم حقوق یا ربع او حقوقی که اینا ادعا میکنن عین حقوق داشته باشه. اگر استاد گرامی اجازه بدین، به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی، یک میان برنامه را میبینیم و پس از این میان برنامه انشاءالله موضوع مورد بحث این هفته برنامه را تعقیب خواهیم کرد. تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى تلك الأصيل وشمسه ترخي العنان على المدى تلك الفضائل جمعت بل للفضائل محتوى تلك السنة ولربما فاقت مجرات الفضاء تلك الأزاهير التي تذكي الشذا تلك الدروس بذكرها يسلو المعنى والعنا تلك النسائم والصبا تشجي العزائم للذرى تلك الدروس بذكرها يسلو المعنى والعنا تلك
النسائم والصبا تشجي العزائم للذرى من يا ترى أعني ومن ذات المعاني يا ترى أما أبوها فالذي نشر الرسالة والهدى وأبو تراب بعلها سيف الشدائد ما نبى هي فاطم الزهراء هي فاطم الزهراء يا أهل الإرادة والحجاب ربي إلهي سامعي ربي ويا رب السماء صلي عليها كلما قصد الورى أم القرى ربي إلهي سامعي ربي ويا رب السماء صلي عليها كلما قصد الورى أم القرى تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلى تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلى تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره محضر شما عزیزان و سروران هستیم. موضوع مورد بحث برنامه جایگاه زن در اسلام هست تا برای خواهران و مادران و دختران و همسران البته مسلمان و حتی غیر مسلمان آشکار شود که دین مبین اسلام، مکتب نجات بخش اسلام، آیین اسلام، اندیشه اسلامی برای زن که البته در داخل وقت زن میگیم گفتیم مادر و خواهر و دختر و بالاخره همسر و عمه و خاله و همه اینها را شامل میشه و در بر میگیره. دین اسلام از چی جایگاه اینها را برخوردار کرده و بهره‌مند نموده است؟ جناب استاد فاتح، کارشناس برنامه، شما قبل از میان برنامه داشتین در ارتباط با ای که زن از چه جایگاه، از چه مقام و اهمیت در تمدن‌های آن روز یا تمدن‌های قبل از ظهور اسلام برخوردار بود صحبت کردین و حتی امروز امروز ان شاء الله که ما بحث مستقل خواهیم داشت استاد گرامی. فقط هدف ما در این برنامه است که ببینیم که وقت بحث زن مطرح شد مثلا از مادر شروع میکنیم که اسلام برای زن به عنوان مادر چه جایگاهی داده، چه مقامی داده، چه اهمیتی داده؟ جناب استاد سوال بسیار مشکلی حقیقتا. اصلا در مورد مادر، حقوقی که اسلام برای مادر داده، یعنی بنده به عنوان یک کسی که از قرآن چیزی میدانم، یعنی وقتی این سوال مطرح میشه برای خودم مشکل میدانم که این بحث را بیایم به صورت گسترده و آنگونه‌ای که حقش است ادا بکنم. یعنی حقیقتا وقتی در مورد مادر داخل میشین اصلا اسلام دیگر دینی است. نمیشه در مورد اسلام در مورد مادر چیزی گفت.
اسلام عزیز میاد در مورد پدر و مادر. حتی الله متعال سبحانه و تعالی احسان به پدر و مادر را بعد از عبادت خود قرار میده و همچنین عقوق والدین، یعنی نافرمانی پدر و مادر و به خصوص مادر را بعد از شرک قرار میده. یعنی گناهش به اندازه بزرگه که بعد از شرک قرار میده. الله سبحانه و تعالی نه تنها در یک آیه، در دو آیه، در سه آیه، نه بلکه در جاهای مختلف میگه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. و یکی در باب گناهش، یکی در باب ثوابش. در هر دو تا الله سبحانه و تعالی موارد یاد میکنه که بعد از عبادت خود مستقیما میاد در بحث والدین، در بحث پدر و مادر. من فقط به یک حدیث در مقام مادر اشاره میکنم، فکر میکنم که این حدیث کافی باشه. شخصی آمد در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله، چی کسی برای من مستحق تره؟ من احق الناس بحسن صحابتی. چی کسی برای من مستحق تره که با اون نیکوکارتر باشم، با اون رفتار نیکتر و خوبتر داشته باشم؟ رسول الله علیه و سلام فرمودن امک، مادرت، با مادر خود نیک رفتار باش. دوباره پرسان کرد ثم من یا رسول الله، چی کسی بعد از آن یا رسول خدا برای من مستحق تره؟ فرمودن امک، مادرت. این بار سوم. بار دوم، بار سوم پرسان کرد یا رسول خدا، باز بعد از مادر. رسول الله باز فرمودن امک، مادرت، با مادر خود نیک رفتار باش. در مرحله چهارم رسول الله علیه السلام فرمودن ابوک، پدرت. یعنی این که از این حدیثی که امام بخاری روایت کرده، حدیث شماره 5971، میگه که علما استدلال میکنن و استنباط میکنن که مقام مادر و جایگاه مادر و حق مادر 3 درجه بالاتر از مقام پدر هست و جایگاه پدر است. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که مادر 3 مشکل و 3 در واقع سختی را دنبال هم تحمل میکنه. این البته یکی از به هر حال برداشت ها و استدلال ها هست. مرحله اول، مادر 9 ماه کامل این طفل را در شکم خود جا میده و الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم نه تنها در یک آیه بلکه در چندین آیه این مورد را اشاره میکنه. بعد میگه که وشکر لی ولی والدیک، میگه که شکران نعمت من را و پدر و مادرت را بکن، مواظب باش، به خصوص مادرت که تو را 9 ماه در شکم خود کشیده، این طرف و این طرف و این طرف. ما در واقع 1 کیلو بار را نمیتونیم که 1 ساعت با خود کش بکنیم، با خود این طرف و این طرف انتقال بدین. اما مادر، الله سبحانه و تعالی در قرآن را تعریف میکنه که این جایگاه را داره. مرحله دوم مرحله حمل جناب است، مرحله وضع، مرحله این که طفل متولد میشه. بالاترین درد را مادر به خاطر طفلش تحمل میکنه و این را الله سبحانه و تعالی توضیح میده. مرحله سوم مرحله است که مادر این را شیر میده، از وجود خود این طفل را تغذیه میکنه و رسول الله علیه و سلام دقیقاً میآیند میگن که مادرت مادرت مادرت، یعنی حق خوشرفتاری را مادرت داره، با او نیک رفتار باش. یعنی استاد اگر خواهری، مادری، حتی خواهر و مادری غیر مسلمان که بالاخره خواهر کسی هستند و مادر کسی هستند، مادر فردی یا خواهر فردی هستند، بلا شک اگر یک لحظه با خود بیاندیشند، با خود فکر کنند، یعنی واقعا تعجب میکنم. من شخصا تعجب میکنم که این تکریم، این بزرگ داشت و این مدالی که اسلام برای مادر بایس یک زن قائل شده، فکر نکنم در هیچ دین این مقام برایش داده شده باشه. اما در عین حال تعجب اینجاست که بعضی از فرزندها، بعضی از پسرها، بعضی از حتی دخترهایی را میبینیم که یعنی در جامعه اسلامی حق پدر و مادر آنچنانی که در قرآن و سنت به او توصیه و سفارش شده ادا نمیکنن. جناب استاد، حقیقتا در مورد قرآن کریم گفتم، در مورد اسلام حقیقتا هر گاهی که بحث پدر و مادر مطرح میشه، حتی من جاهایی که مثلا صحبت داشتم یا حتی برنامه داشتم، یعنی حقیقتا در باب پدر و مادر، در حرف زدن در باب فضیلت و برتری پدر و مادر یا جایگاه پدر و مادر، حقیقتا جناب استاد من چند نکته مورد نظر دارم. اولی که
نمیتونم حق را ادا بکنم. هر وقت که با این موضوع برخورد کردم نتوانستم حقش را ادا بکنم. چون حقیقتا و موضوع دیگر وقتی که وارد به این بحث میشم خدا را شکر میکنم، میگم یا الله شکرگزارم برای تو که همچون دینی نصیب میکردی که برای افرادی که اینقدر به من زحمت کشیدن حداقل بتونم که گوشه ای از حق آنها را که تمام عمرم اگر با آنها بتوانم کمک بکنم، همکاری بکنم یا دستگیر آنها باشم، نمیتونم که گوشه ای از 100% 100% نمیتونم 0.5% آن را ادا بکنم. و این را از اسلام آموختم، از قرآن آموختم. قرآن برای من این گونه میگه، قرآن برای من ادب میده، تربیه میده که چگونه با پدر و مادرم رفتار بکنم. اما اینکه یک جوان حقیقتا از اسلام آگاه نیست جناب استاد. شما ببینید کسانی که ملتزمند، کسانی که با دین آشنایی دارن و با قرآن آشنایی دارن، چقدر نسبت به پدر و مادر خود در حقیقتیه، یک حقیقته، الا ماشاءالله نسبت به پدر و مادر خود مهربانن، نسبت به پدر و مادر خود احسان و نیکی دارن. این در واقع گوشه ای از جایگاه مادر در دید اسلام هست و در دید قرآن هست که اسلام عزیز این گونه رفتار میکنه. اما امروز بیاین وقتی مادر بزرگ میشه، سنش بالا میره، آن را میبرن به خانه بزرگسالان. در سال یک روز میرن از او خبر میگیرن، آن را هم نامگذاری کردن به نام روز مادر که برن یک روز در سال حداقل فارغ بشن که از مادر خود خبر بگیرن در خانه بزرگسالان. اما اسلام میگه مادر نور چشمتونه، مادر نور چشمتونه، باید مثلی که از چشم خود محافظت میکنی از مادر خود محافظت بکنی. و حتی الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که اگر یکی از پدر و مادر به سن بزرگی رسیدن، آنها را باید تو با نیکی به اونها رفتار بکنی، بالا تواضع را در مقابل آنها پایین بکنی. حق نداری که صدای خود را در مقابل پدر و مادر حتی بلند بکنی. حتی ما داریم در سیره بعضی از بزرگان جناب استاد که وقتی در سر یک سفره می نشست با پدر و مادر خود غذا نمیخورد. علتش چی بود؟ وقتی از او سوال میشد میگفت مبادا مادرم یا پدرم میل بکنه که این لقمه را بخوره و من این لقمه را از پیش او بگیرم. یعنی تا این حد اسلامی که ما میشناسیم، اسلامی که قرآن برای ما معرفی کرده، نسبت به پدر و مادر ارزش قائل شده و نسبت مادر را در واقع نور چشم دانسته و حتی از پدر هم آن را بالاتر دانسته. الله استاد، یعنی سبحان الله، خوشا به حال زنی که مادر است، خوشا به حالش. بله و ای چی بالاتر از این افتخار که مادر باشه. بله. و باز در مقابل بدا به حال کسی و تأسف به حال او فرزندی که حق مادر را میشناسه و حق مادرش پایمال میکنه. و سبحان الله، من نمیتونم در عباره استاد بیشتر حرف بزنم، میریم به بحث بعدی. گفتیم که زن به عنوان خواهر، اسلام چه جایگاهی برای خواهر قائل شده؟ حقیقتا جناب استاد باز وقتی که برمیگردیم در مقام خواهر، بله، میبینیم که اسلام در مورد چی میگه. فقط به یک حدیث اشاره میکنم، یک حدیث رو در این مورد میخوانم که امام احمد رحمه الله در مسند خود روایت کرده، حدیث شماره 12693. حضرت انس رضی الله عنه میگه که پیامبر علیه الصلاه و السلام فرمودن من عال ابنتین، کسی که کفالت 2 دختر را بکنه، او 3 بناتین، یا 3 دختر را، او اختین، یا 2 خواهر را، یا 3 خواهر را. الله سبحانه، پیامبر علیه الصلاه و السلام میفرمایند کنت انا و هو کهاتینی. رسول الله علیه الصلاه و السلام این 2 انگشت خود را اینگونه کردند، گفتند من و او در روز قیامت در کنار هم اینگونه قرار میگیریم. یعنی هم جوار است. بله، انگشت سبابه و انگشت وسطی رسول الله علیه الصلاه و السلام این گونه اشاره کردند، گفتند منو کسی که 2 خواهر داشته باشه یا 3 خواهر داشته باشه و با اون نیک رفتار باشه، درست او را ادب بکنه، تربیه بکنه، کفالت زندگی او را بکنه، با اون نیک رفتاری بکنه، من و او در روز قیامت در کنار هم قرار میگیریم. و سبحان الله، نه یک حدیث جناب استاد، بلکه احادیث فراوانی که هست که رسول الله علیه الصلاه و السلام به این مورد اشاره میکنند. یا رسول الله علیه الصلاه و السلام در حدیث دیگر میفرمایند که من و او در بهشت هستیم، اگرچه همین حدیث هم اشاره داره که هاتینی، یعنی این گونه ما در کنار هم قرار میگیریم در روز قیامت و در بهشت، در جنت پروردگار سبحانه و تعالی. این مقامیه که من فکر نمی کنم در کدام دین دیگری نسبت به خواهر اینقدر توجه شده باشه که اگر 2 خواهر داشتی یا 3 خواهر داشتی یا نسبت به خواهرای خود نیک رفتار بودی و نسبت به اونها توجه داشتی، در روز قیامت در کنار پیامبر است جناب استاد، کنار من و شما نیست،
کنار پیامبره. یعنی شما تصور بکنین یک انسان مسلمان خودش تصور کنه که رهبر مسلمان ها اینقدر تشویق میکنه که من و او در کجا؟ در دنیا هم نه، در بهشت و در روز قیامت در کنار هم قرار میگیرین. برای کی؟ برای کسی که به خواهران خود نیکرفتار باشه و با اونها نیکرفتاری بکنه. این جایگاهی که اسلام برای یک زن به عنوان یک خواهر در واقع آن را داده و به اون در واقع اسلام عزیز آمده آن را به رسمیت شناخته. خب استاد به مادر اشاره شد و به دختر اشاره شد، حالا به خواهر اشاره شد. حالا میمونه بحث دختر که امروز متاسفانه باز هم یعنی متاسفانه میگیم که برخی از افرادی که صاحب چند دختر هستن آرزو میکنن که ای کاش دختردار نمی بودم، ای کاش پسر می داشتم و دختر به دنیا نمی آمد. فقط مانند دوران جاهلیت بعضی از آثار جاهلیت در وجودشان هنوز هم به دلیلی که از اسلام فاصله گرفتن، به قرآن رجوع نکردن و آگاهی درست از دینشان ندارن جا گرفتن. جناب استاد حقیقتا وقتی که شما به عنوان یک مسلمان اینها را گفتین، من نمیگم اینها مسلمان نیستن، نمیخوام که به هر حال اینها را تکفیر بکنم، اما افرادی که تحت نام مسلمان دختر را برای خودشان عیب بدانند، یعنی حقیقتا چی بگم، تکفیر نمی کنم جناب استاد، ولی یک صفت بسیار بزرگی از زمان جاهلیت در اینها هست. اینها در واقع و این فکر کنم چیزی آسانی هم نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی گفتن انکم رؤون فیک جاهلیه. سبحان الله. یعنی حقیقتا جناب استاد من میمانم در حکم این افراد که در مورد این افراد چی بگم. اصلا افرادی که دختر داشتن رو برای خودشان عیب بدانن، اعوذ بالله، اصلا یعنی نمیشه که انسان تصور بکنه که یک شخص خودش را مسلمان بگه و دختر داشتن رو برای خودش عیب بدانه. فقط به یک حدیث در این مورد هم جناب استاد اشاره میکنم. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگن که حدیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده، در صحیح بخاری حدیث شماره 1418 و صحیح مسلم حدیث 2629، حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها میگن من در خانه بودم که یک زنی آمد، 2 دختر هم با خود داشت. بعد میگه که آمد از من چیزی طلب کرد، من 1 دانه خرما دادم برایش. این زن گرفت این خرما را 2 قسمت کرد، خودش نخورد. خرما را 2 قسمت کرد، یکی را داد برای این دختر خود، یکی را داد برای این دختر خود. میگه من تعجب کردم از این کار، خودش نخورد، داد برای فرزندانش. بعد میگه که ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه رسول الله علیه و السلام به خانه آمدن، من برای رسول خدای قصر گفتم، داستان گفتم که یا رسول الله امروز من همچون چیزی مشاهده کردم. ببینین که پیامبر علیه السلام چی میگن. پیامبر علیه السلام میگن که من ابتولی من هذه البنات بشیء، کسی که از این دخترها الله متعال برای بده و از این دخترها الله سبحانه و تعالی توسط دختر او را آزمایش بکنه، یعنی برای دختر بده. چرا ابتلا گفت؟ نوعی، یعنی حتی جناب استاد حتی پسر هم نوع ابتلا و آزمایشی که الله متعال برای انسان میده. ما میبینیم که مثلا افرادی بودند که فرزندان خود را از ترس گرسنگی میکشتند. ولا تقتلوا انفسکم ولا تقتلوا اولادکم، الله سبحانه و تعالی میگه شما فرزندان خود نکشید. در مورد زن، در مورد دختر و در مورد پسر این گونه بوده. کسایی که فقیر بودن نوع ابتلا و آزمایش برای از اینا که اینها چقدر به الله توکل دارن. فکر نکنین که وقتی انسان آزمایش میشه بعد از آزمایش یک پیروزی است. بله بدون شک. اینجا ببینید که رسول الله علیه السلام چی میگن. این کار این زن را ام المؤمنین عایشه صدیقه برای رسول الله علیه السلام داستان میکنه، قصه میکنه. رسول الله علیه السلام میفرمایند کسی که الله متعال برایش دختر بده فاحسن الیهن، با اونها رفتار نیک داشته باشه، با اونها نیک رفتاری بکنه. یکی نوع از تشویق بود. بله، نوعی از تشویق و حقیقت. رسول الله علیه السلام، علما میگن که رسول الله علیه السلام چیزی که خلاف حقیقت باشه نمیگفتن. شکی نیست. هم تشویق هم حقیقته. هم تشویق و هم حقیقته. رسول الله علیه تأکید بر جایگاه، بدون شک تأکید هست. رسول الله علیه السلام میفرمایند کن له سترا من النار، اینها پرده میشن از آتش جهنم. همین دخترها وسیله میشن که این فرد به جهنم نره، به دوزخ نره. مانع میان پدر و مادر و میان آتش. مادامی که پدر و مادر دختری الله متعال به اونها بده. حتی ما در حدیث گذشته اگر یادتان باشه در مقام خواهر هم خواندیم که رسول الله علیه السلام گفتن که من عال ابنتین،
کسی که 2 دختر را یا 3 دختر را در واقع کفالت بکنه و اونها را درست تربیت بکنه، در احادیث دیگر میگه رسول الله علیه السلام میگن درست تربیت بکنه، اونها را شوهر بده و به هر حال تربیت آنها درست باشه و کل مصارف زندگی اونها به اونها بده، تمویل بکنه اونها. رسول الله علیه السلام در اون حدیث چی میگفتن؟ و هو کهاتین، مثل این 2 هستند، در کنار هم قرار میکنن. در مورد دختر هم این هست، این حدیث در مورد دختر هم هست که رسول الله علیه السلام فرمودن این گونه قرار میگیرن. و در این حدیث هم رسول الله علیه السلام میگن این دخترهایی که پدر و مادر نسبت به اونها مهربانی دارن و اونها بزرگ میکنن، در روز قیامت الله متعال سبحانه و تعالی اینها پرده قرار میده و مانع قرار میده از آتش جهنم. که پدر و مادر به خاطر این فرزندان به آتش جهنم نمیرن. یعنی از این مقام بالاتر چی باشه جناب استاد؟ خب من فکر نمی کنم که مقام دیگه از این بالاتر برای دختر هیچ دینی، هیچ آیینی و هیچ مذهبی داده باشه. واقعا من حرف ندارم در این ارتباط به مقام و منزلتی که واقعا اصلا فکر کنم اگر بیایه مخالفین، کسانی که به اسلام اصلا باور ندارند، به عنوان بحث یک دین نه، وقتی حال شما آیات مطرح کردین، اگر این بحث یک قانون، فقط قانون اگر بررسی بکنن، باز هم میبینن که چه قانون بزرگتر از قانون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتیم فرض کنیم که و عجیب این که جناب استاد وقتی رسول الله علیه و سلم مبعوث میشن و این آیات و این گفته ها را میگن، در جامعه میگن که دختر به عنوان یک بلا و به عنوان یک ویروس در جامعه شناخته میشه. رسول الله علیه و سلم علنا به علیه اینها پرچم بالا میکنن و به علیه از اینا مبارزه میکنن بر علیه این افکار. یعنی مثل زمان امروز نبوده، مثل امروز ما در جامعه که زندگی میکنیم این گونه نبوده که این احادیث رسول الله علیه و سلم و این آیات گفته شده باشه و تلاوت شده باشه و نازل شده باشه. در جامعه فرستاده شده که ما در اول برنامه در اون مورد اون جامعه صحبت کردیم. خب جناب استاد میمونه بحث همسر. بله، که اسلام به عنوان یک دین و به همسر به عنوان یک زن چه اهمیت و چه جایگاه عطا نموده؟ اسلام برای زن اصلا برای همسر جایگاه داده که فکر نمی کنم که یعنی جایگاهی باشه که یک جایگاه عادی باشه جناب استاد، یک جایگاه رابطه جنسی باشه. نه خیر، یک جایگاه بسیار بلندی اسلام عزیز برای زن داده، برای همسر داده، برای خانم داده. الله متعال سبحانه و تعالی نه تنها در یک آیه بلکه در آیات متعددی به این مورد اشاره میکنه. مثلا در سوره مبارکه نساء آیه 19 میگه که و عاشروهن بالمعروف. جناب استاد اگر اجازه بدین فقط من اینجا یک میان برنامه میگیرم و پس از این میان برنامه انشالله بحث در ارتباط به همسر را تکمیل خواهیم کرد. میان برنامه میبینیم عزیزان، برمیگردیم انشالله. شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني. زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي
فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خافرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني. والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه، ويكون من أحبابه الحسنان. جمع الإله المسلمين على أبي، واستبدلوا من خوفهم بأماني. وإذا أراد الله نصرة عبده، من ذا يطيق له على خذلاني. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلاهما في البغض مستويان. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة، إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. خب عزیزان گرامی، با عرض سلام دوباره خدمت شما بزرگواران هستیم. قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح داشتن در ارتباط و جایگاه و منزلت زن، که البته گفتیم وقتی زن میگیم شامل مادر و خواهر و دختر و بالاخره همسر میشه. در ارتباط و جایگاه مادر، جایگاه خواهر و جایگاه دختر صحبت نمودند و بحث را پیرامون همسر آغاز کردیم. اما قبل از اینکه پرسش خدمت جناب استاد فاتح مطرح بکنم، بهتر است آقای احمد جان عزیز کارگردان برنامه تلفن‌های برنامه را زیرنویس کنند تا بیننده های عزیز و گرامی که در ارتباط گفتنی دارند صحبت‌هایشان را با ما شریک بسازند. خب جناب استاد، شما بحث همسر، بحث جایگاه همسر در دین اسلام شروع کردین و ما میان برنامه گرفتین. شما میتونین صحبت‌هایتان ادامه بدین. بله جناب استاد، حقیقتا زن که به عنوان یک خانم یا به عنوان یک زن هم هست، اسلام عزیز آمده یک جایگاه خاصی بر یزی داده.
بله. و رسول الله علیه السلام هم در احادیثی که دارن که در واقع اسلام هست باز هم بسیار موارد مهم اشاره کردن در مورد جایگاه همسر. مثلا ما از آیات قرآن کریم شروع میکنیم. آیات فراوانی هست جناب استاد، فقط به یک آیه اشاره میکنم. الله سبحانه و تعالی میفرماید و عاشروهن بالمعروف، سوره نساء آیه 19. الله متعال میفرماید شما نیک رفتار باشید با زنان خود، رفتار نیک داشته باشید با زنان خود، رفتاری که شایسته یک همسر باشه با او رفتار کنید، نه شایسته یک نوکر و یک بدبخت و یک روسیا، بلکه جایگاه یک کسی برای بدین که رسول الله علیه السلام عملی نشان دادن که چی جایگاهی برای خانم ها و برای همسرای خود رسول الله علیه السلام دادند. مثلا ما حدیثی داریم برای شرح این آیت، احادیثی داریم که من به چند حدیث اشاره میکنم. رسول الله علیه السلام در حدیثی میفرمایند خیرکم لاهله، بهترین شما کسی است که بهترین شما در اهل و خانواده خود و در خانم خود باشه. و بعد میفرمایند و انا خیرکم لاهلی، من بهترین شما به خانواده خود و به خانم خود هستم و به همسران خود هستم. رسول الله علیه السلام خودشان را بهترین فرد که بهترین رفتار را با خانم داره معرفی میکنند و میفرمایند شما هم به عنوان امتیمه اگر میخواین بهترین باشین مثل ما باشین. من بهترین رفتار را با خانم های خود دارم، شما هم بهترین رفتار را با خانم های خود داشته باشین. این حدیث در سنن ترمذی آمده، در سنن ترمذی حدیث شماره 3895. در حدیث دیگری رسول الله علیه السلام که امام احمد رحمه الله در مسند خود روایت کرده میفرمایند اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، میفرمایند بهترین و کاملترین مسلمان ها و مؤمنین کسانی هستند که اخلاق خوب داشته باشند به صورت کل با هر کس. اما و خیارهم لنسائهم، بهترین این مؤمنین بهترین اینها به خانواده های خود هستند. افرادی که هرچی رابطه شما با خانواده شما و با همسر شما بهتر باشه، شما بهترین کس در نزد الله هستید. کسی اخلاقش کامل هست که با خانوادهش، یعنی مخصوصا با همسرش رفتار و اخلاق خوب داشته باشه. حتی خوبه که جناب استاد اشاره بکنم به این نکته که بعضی از مسلمان ها فرعون داخل خانه هستند، باز یک آدم عاجز و متواضع در بیرون، وقتی با مردم هستند ماشاءالله چقدر اخلاق نیک داره، وقتی داخل خانه رفت مبدل به یک فرعون میشه. مثل که فرعون فکر میکنی داخل خانه شد، اطفال از پیشش فرار میکنن، زن بیچاره مجبور سرش را پایین بیاندازه در مقابل این فرد و خدا نکنه که دیگ خراب بشه، چای دیرتر بیایه، آب دیرتر برایش برسه، سبحان الله همه چیز رو میزنه به هم. اما اگر اجازه بتین فقط چون خواهر گرامی ما سیمین عمر مجری برنامه صدای حق تلویزیون آریانا افغان فکر کنم با ما وصل هستن و روی خط هستن. خواهر گرامی سیمین عمر اگر صدای من را میشنوید، خدمت شما از طرف خودم و استاد فاتح و بیننده های عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و خوش آمدید دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم برای شما دو برادر بسیار عزیز و گرامی و مجاهد و زحمتکش سلام دارم و تشکری دارم، نه تنها از شما، از شبکه واقعا مبارک وصال حق. همیشه یعنی من خوشبخت هستم که میتونم از شما همیشه همکاری داشته باشم و به حیث یک زنی که در دعوت اسلام هستم یعنی واقعا این بسیار قدردانی میکنم و این زحمت شما را خداوند اجرش به هر دو دنیا نصیب همه شما کنه. موضوع بحثتان بسیار یک موضوع خوب است و ای کاش چون موضوع زن است یک زمان ما از شما دو برادر خواهش میکنم که اگر برنامه‌ای داشته باشین که من هم همراه شما از قبلا آگاهی داشته باشم و با شما شرکت کنم ان شاء الله. بخاطر از اینکه برادر عزیز چیزی که شما امروز میگین آنچه را که بیان میکنین تعداد زیاد ما الحمدلله تعداد زیاد نه یک تعداد خو ایرا باش یعنی معرفت داریم و الحمدلله جایگاه زن از نظر قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در اسلام هیچ شکی در این نیست و همه ما به او باور داریم. ولی مشکل امروز زن مسلمان و چیزی که امروز زن یعنی حتی متمایل ساخته به طرف سکولرها و فمینیست ها و کسای دیگه که اونا به اشکال مختلف میاین و زن مسلمان به طرف خود کش میکنن و حتی آیات قرآن عظیم شان به اشکالی که خودشان میخواین
برشان تفسیر میکنن، ترجمه میکنن. دلیل موفقیت از اونایی است که پس از خود حضرت پیغمبر صلی الله علیه و دوره مبارکشان و نجات دادن زن و خلفای راشدین، پس از یک زمان امو موقفی که مقامی که بر زن داده بود دیگه در جامعه اسلامی تطبیق نشده و چنانچه خود شما این بسیار به زیبایی گفتین، مشکل زن مسلمان امروز ایست که در جامعه اسلامی امو حقوقی که برش خدا داده، امو حقوقی را که قرآن داده و پیغمبر صلی الله علیه و برش بیان کرده و در زمانش بوده، اونمو برش در جامعه اسلامی داده نشده، محروم بوده. اولین محرومیت یک زن از تحصیل، وقتی که یک زن تحصیل کرده نباشه، تحصیل نکرده باشه، او چی میفهمه که خداوند وقتی که زن خلق کرده از آغاز خلقت در کنار حضرت آدم علیه السلام یک زن بوده. در زمان تمام پیغمبرها اکثریتش که میخوانیم در کنارشان یک همکار یا دستیار بزرگشان یک زن بوده. تنها در زندگی حضرت موسی علیه السلام میبینیم که مادر حضرت موسی علیه السلام در قرآن یاد شده، خواهرش یاد شده، آسیا زنی که زن فرعون آسیا یاد شده، دخترای شعیب علیه السلام یاد شده. در زمان عیسی علیه السلام هم میبینیم که مادر مبارکشان بی مریم هم میبینیم مقامش در قرآن یاد شده. از خود پیغمبر بزرگوار ما علیه السلام میبینیم که بی خدیجه کبرا نقشش حتی قبل از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و برشان وحی بیاید میبینیم که در خانوادهش یک زن آورده میشه، به همراه شریک زندگیش میشه که نقش بزرگی را در زندگیش داره و در دعوتش داره. اولین کسی که قبولش میکنه اولین مشاورش همین زن است و باز از نقش بیبی عایشه را در آنها را میبینیم و از تمام ازواج مطهرات که هر کدام از اینا زنایی نبودن که فقط در منزل حضرت رسول اکرم بودن، هر کدام از اینا از خود سازمان ها و انجمن ها داشتن. تشکر خواهر گرامی. اگر شما فکر کنم از ابتدای برنامه اگر برنامه را تعقیب کرده باشین، جناب استاد فاتح به پیرامون جایگاه زن قبل از اسلام، قبل از ظهور اسلام در تمدن‌های ماحول جزیره العرب صحبت داشتن و بعدش آمدن روی جایگاه و منزلت زن در اسلام، زن به حیث مادر، زن به حیث خواهر، زن به حیث دختر، بالاخره زن به حیث همسر، جایگاه این را بیان کردن. شما خواهر گرامی اگر اجازه بدین خواهر گرامی، شما به حیث یک زن مسلمان و یک زن دعوتگر که در عرصه دعوت فعالیت دارین، شما حقوقی را که اسلام برای زن قائل شده و ارزشی را که داده، اهمیتی را که داده، چگونه ارزیابی میکنین، چگونه میبینین و بخصوص به حیث زنی که در جامعه غربی هم ساکن هستین؟ ما خدمت شما عرض کردم که یعنی ما هیچ مشکلی با اسلام نداریم و هر چیزی که شما بیان کردید الحمدلله همش واقعیت است و تطبیق هم شده و در زمان خود پیغمبر ما علیه السلام بوده. ولی مشکل زن مسلمان امروز که از اسلام به دور شده، دلیلش این بوده که تطبیق نشده. پس از یک زمان پس امو به اصطلاح عنعنات و دست مروج ها و امو خواصی که مردهای قبل دوران اسلام و جاهلیت داشتن در جامعه اسلامی اونا همه حاکم شدن. زن از تحصیل مثلا محروم شد. ما امروز اگر یک زن دعوتگر هستم، شما باور کنید که واقعیت هاست، ما از شما هر دویتان به حیث دو برادری که برنامه دارین ازتان، یعنی شما ما باور دارم که هدف شما برای زیبا ساختن برنامه ها نیست که شما بیاین یک برنامه به خاطر حقوق زن داشته باشین و گفته شود از اسلام این آن و انجام وظیفه باشد. شما واقعا میخواین خدمت کنین، واقعا میخواین باعث بیداری جامعه شوین و به این خاطر است ما وقتی که به حیث یک زن در دل خدا میگم شما به او اهمیت بدین و برای او سرشکار شود. ما دلیل از اینکه ما یک زن هستم که من میتونم در دعوت باشم، برای اینکه امروز ما زیر تاثیر کسی دیگه، نه پدری دارم که مرا مانع شود، نه شوهری که مرا مانع شود، نه پسری که مانع شود، نه برادرایی که در اطرافم است و نه کسایی که در نمی جامعه. برای اینکه تا به همین لحظه هم باور کنید که می دعوت کردن یک زن با وجود از اینکه ما از زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و بزرگترین دعوتگر بیبی خدیجه کبرا و حضرت بیبی عایشه صدیقه اینا بوده، ولی در جامعه ما یک زن در مسجد رفتن، یک زن در دعوت شامل شدن، این هنوز هم برای مردم بسیار بیگانه است. ما از رسال حق بسیار تشکر میکنم، جزاکم الله خیر، که اینا برای من نمی موقف بسیاری وقت دادن و من احترام گذاشتن به حیث یک زن و هر وقت میمان خواستیم برای من در برنامه، اینا میمان برای من آماده ساختن.
اینا خدمت است که خداوند اجرش براتون بده. ولی در دل ما است که شما وقتی که سر حقوق زن اینا صحبت میکنین و از زن غرب و از حقوق پایمال شدهش یا از فریبی که برای اینا داده شده، این اگر ما هر قدر یاد کنیم، یعنی تا زمانی که ما عملا یعنی زن برش کاری نکنیم که بفهمه که بله قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سنت رسول اکرم اینی حقوق بر ما داده و مرد ما و پدر ما، برادر ما، شوهر ما بر ما همین حقوق قائل میشه، او زمان است که زن فریب دیگران را از سکولارها و فمینیست ها و دیگر را نمیخوره. ولی تطبیق نشدن حقوق زن در جامعه اسلامی مشکل زن است. شما با ما حتما انشالله که یعنی هم نظر هستید. تشکر خواهر گرامی. واقعا هدفم از راه اندازی برنامه ها و اجرای برنامه هایی است که هم خواهرای مسلمان، زن مسلمان از حقوقی که از اهمیتی که از جایگاه و مقام و منزلتی که اسلام و دینش برش قائل شده از او آگاه شود و همچنین برادرهای ما به حیث مرد، به حیث برادر، به حیث پدر، بالاخره به حیث فرزند متوجه مسئولیتشان شوند که عملکردهای از اینها، عملکردهای مخالف اسلام اینها بالاخره فرصت داده به طرف به مخالفین، به غیر مسلمانان که اونها از عملکرد از اینها، از روش از اینها در مقابل زنها سوء استفاده بکنن و برخ دیگه مسلمان ها بکشانن که گویا مسلمان ها یعنی فرد مسلمان، مرد مسلمان این گونه معامله داره و این اسلام برش امر کرده. نه خیر، ما اینجا آمدیم تا حق زنه، تا جایگاه زنه، تا مقام زنه از دیدگاه اسلام که منبع اصلیش البته قرآن و سنت است بیان بکنیم. خواهر گرامی سیمین عمر، از این که دعوت ما را لبیک گفتین و در این برنامه شرکت نمودین، ما از شما امیدوار هستم یک زمان بتونم با شما یک کمی وقت زیادتر داشته باشم و صحبت ان شاء الله خواهر گرامی، ما ان شاء الله در برنامه آینده پیرامون میرسانه برای اسلام. باور کنین موضوع زن صدمه بزرگی برای جهان اسلام وارد میکنه اگر ما سر جدی کار نکنیم و شما میبینید دشمنان بسیار امتر فعال هستند و تمام این حرکت ها متوجه زن هستند که تو بتونن زن مسلمان که همه حقوق و همه یعنی وجایب خود میفهمه ولی چون در جامعه تطبیق نمیشه ظالمانه بیچاره در یک جنجال مانده. و شما بسیار تشکر میکنم، خداوند شما رو موفق داشته باشه. تشکر خواهر گرامی. با امید از اینکه انشاءالله در برنامه آینده هم اگر فرصت داشتین در برنامه که انشاءالله پیرامون حق زن میان اسلام و مدعیان حقوق زن هست، انشاءالله با ما شرکت داشته باشین. حتما. تشکر خواهر گرامی. سلامت باشین. خب تشکر میکنم از خواهر گرامی ما سیمین عمر که باز هم شرکت کردن. جناب استاد گرامی، اگر در ارتباط به صحبت‌های خواهر گرامی ما سیمین عمر تعلیق و گفتنی دارین؟ بله جناب استاد، حقیقتا درد دل خواهر ما بجاست و متاسفانه باید بگوییم که متاسفانه بعضی از ما فقط اهل شعار شدیم و فقط شعار میدهیم. حتی بعضی از برادرانی که یعنی برنامه ما رو گوش میکنن و برنامه ما رو میبینن یا پای صحبت‌های علما می‌نشینن و پای علمای اندیشمندان اسلامی می‌نشینن، فقط همون لحظه باز بعداً می‌بینی که تغییر میکنه. یا حتی بعضی ها ما میشناسیم که احیانا توجیه میکنن این حرفا رو، میگه درسته این حرف هست ولی این در مورد زنان پیامبر بوده. عجیب جناب استاد، من دیدم بعضی افرادی که وقتی بحث حقوق زن مطرح میکنه چی میگه؟ میگه تو ام المؤمنین عایشه بیار که ما با این گونه رفتار بکنم. عجب. سبحان الله، یعنی فکر میکنه که اخلاق پیامبر تطبیق کو در زندگی. بله. اخلاق صحابه را تطبیق کو که فامیلت هم حقیقتا همسرت هم مانند ام المؤمنین باشه، مانند حفصه باشه، مانند سمیه باشه که جناب استاد وقتی که خانم شد، وقتی مادر شد، وقتی خواهر شد، وقتی هر کدام که شد، حتی اگر این که هم عقیده تو هم نباشه که نکاحش جایز باشه برای تو باید حقش را ادا بکنی. موضوع حق به اینها کاری نداره. موضوع حق به اینها کاری نداره که تو چی کاره هستی چی کاره نیستی، باید حق را ادا کرد. استاد اجازه بدین فقط مکالمه رو میگیرم. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی بفرمایید. برادر عزیز خدمت شما هستیم، بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ من عبدالجبار هستم از تاجیکستان. بفرمایید برادر گرامی.
استاد عزیز یک سوال داشتم در مورد این ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم. بفرمایید. این یه جای شنیدم که میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از آنها طلاق داده باشه. اینجوری چیزی هست؟ حدیث وجود دارد یا ندارد؟ انشالله اگر فرصت بود در ارتباط انشالله صحبت خواهد شد. تشکر برادر گرامی. تشکر هستم استاد. استاد عزیز. بله بفرمایید. میخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. آیا میشود از طریق اتاق فرمان با ایشان انشالله هماهنگی صورت میگیره، صحبت خواهد کردین انشالله. انشالله هماهنگی میشه. کمتر سلامت باشین. صحبت‌های مهم. سلامت باشین برادر گرامی. سلامت باشین. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. بفرمایید برادر گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ بله بنده مولوی جمعه هستم از ولایت نیمروز تماس میگیرم. بفرمایین جناب مولوی صاحب. تشکر که باز هم دیگه لطف فرمودین و به برنامه زنگ زدین و مشارکت در ارتباط به جایگاه و منزلت زن در اسلام موضوع برنامه بود که حتما انشالله دیدین. اگر در ارتباط گفتنی دارین خدمت شما هستیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هم خدمت شما و استاد عبدالرحمن فاتح سلام و احترامات عرض می‌دارم. در رابطه با برنامه جایگاه زن در اسلام، واقعا چیزی که امروز من شما مشاهده میکنیم در جهان و به خصوص جهان غرب که امروز این همه هلهله به پا کردن و این همه غوغا که خشونت علیه زن در اسلام وجود دارد و حقوق زن در اسلام پایمال می شود، این هن اشتباه. اگر غربیه با دید حقیقت بیان و حقیقت را قبول بکنند و از اسلام اگر آگاهی داشته باشند و با انصاف بنگرند و نگاه بکنند، میبینند که واقعا حقی را که اسلام برای زن قائل شده است، آن هم در کتاب آسمانی پروردگار، کتابی که برای تمام بشریت نازل شده است. جناب مولانا صاحب، جناب مولوی صاحب اگر اجازه بتین، فقط این شور و هلهله و شبهه‌ای که از طرف غرب و غربی ها و بالاخره کسایی که فریب غربی ها را خوردن، علتش به چی میگرده؟ فکر نمیکنین که علتش به روش غیر اسلامی و دور از اسلام برخ مسلمان هاست؟ علتش و دلیلش که اینها چون اسلام به شکل درستش در زندگی خودشان تطبیق نمی کنند، مخصوصا در ارتباط و جایگاه و منزلت زنان، اونها از این فرصت و از این خلا استفاده کردن. به نظر شما اینجور نیست؟ بله، علت مهمی که است و از نظر بنده این است که زن در حالی که برای یک هدف بسیار اساسی و مهم آفریده شده است، برای یک هدف حیاتی، بله. زن نگاه کنیم نصف جامعه بشریت را تشکیل میدهد. بلکه جناب مولوی صاحب به نظر ما کل جامعه بشر را تشکیل میده. اگر زن نمی بود امروز ما وجود نمی داشتیم اصلا. بله 100%. حتما اگر زن نباشد مرد خدا بله. وجود میاد. اما این نکته قابل اهمیت است و مهم است که اسلام برای یک هدف بسیار اساسی و مهم برای زن ارزش و اهمیت قائل شده است. اما غرب میخواهد که غرب و جهان کفر و دشمنان و اونهایی که مقام زن را نمیشناسند، حقیقتا اونها میخوان زن را علیه از زن استفاده دیگری بکنند. اونها فقط و فقط به این خاطر میخوان، به خاطر هوا و هوس و خواهشات نفسانی، چیزی که همه بتوانند از زن استفاده شهوتی و استفاده جسمانی و استفاده مادی بکنند. هدف اونها این است. اما در حالی که اسلام اهداف بالاتر از این و اهداف فراتر از این برای زن قائل شده است که وقتی استاد عبدالرحمن فاتح حدیث شریف را توضیح دادند و خواندند که در این حدیث میبینیم، در قرآن عظیم الشان میبینیم که مقام زن چه اندازه مسائل دیگر و مادی دیگری است اونا در زن بیان شده اند. اما مسئله مهمی که از نگاه اسلام برای زن بیان شده است، اون مسئله این است که یک زن واقعا در درجه اول میتواند که یک جامعه را، زن میتواند که تربیت بکند، زن میتواند که یک نسلی
بسازد که اون نسل یک جهانی را تغییر بدهد. واقعا جناب خدیجه مولوی رضی الله تعالی عنها و دیگر ازواج جناب مولوی صاحب، ما این فرصت غنیمت شمرده پرسش دیگر خدمت شما مطرح میکنم. امروز در جامعه افغانی ما، در جامعه افغانستان به خصوص در ولایت دوردست و همچنین در غیر شهرها، در ولسوالی ها، قریه ها، البته بخشداری ها و روستاها علیه زن برخورد خشن میشه. آیا شما با ما موافق هستین؟ علتش چیست و دلیلی چیست که مردها این گونه با زنان برخورد نامناسب و غیر اسلامی میکنن؟ علتش بله بی اطلاعی و ناآگاهی از احکامات اسلام. خب مثل که دیگه تماس ما با جناب مولوی صاحب جمعه که از ولایت نیمروز افغانستان، استان نیمروز در تماس بودن قطع شد. ما از جناب مولوی صاحب جمعه تشکری میکنم. جناب استاد فاتح، من این سوال خدمت شما میشه مطرح بکنم که چرا دلیلش چیست که امروز غرب آمده مثلا در کشور مانند افغانستان که امروز رسانه های زیاده که از طرف غرب تمویل میشه سر و صدا برای انداختن که حقوق زن پایمال شده و حقیقت هم داره. بعد در برخی از بخشداری ها به دور از شهرهای افغانستان حقوق زن پایمال است، حق قائل نمیشه. دلیلش چیست؟ چرا؟ حقیقتا جناب استاد این که دلایل فراوانی داره، اما این ادعا خودش تو خالیه. به خاطر این چگونه تو خالی؟ به خاطر این که اینها حقیقتا دنبال جای دادن حقوق زن نیان، بلکه اینها به دنبال اینن که یک دختر جوان جرأت پیدا کنه بیه روی استیج ستاره افغان استاد بشه برقصه. خب به هر ترتیب استاد ولی حقیقتا جناب استاد ولی اگر برگردیم به این که علت چیه که بعضی ها حالا به هر حال افرادی هستن، من مطلقاً انکار نمی کنم که حقوق زن نقض نمیشه در افغانستان. خب اگر نقض نشوه ما فرصت برای دشمن میسر نکنیم، برای مخالف میسر نکنیم، برای او غربی که آمده و دنبال تباهی و بربادی و بالاخره. نه جناب استاد، شما مطمئن باشین همون غربی که این حرفا رو میزنه، اگر شما کلا حقوق زن هم مراعات بکنین، مادامی که دختر مسلمان داخل خانه خود باشه، با عفت و با آبرو باشه، حقش ادا هم بشه، اینها سر و صدا خور میکنن. ما به سر و صدا اینها کار نداریم. اما چرا فرصت بدیم؟ اصلا می گفتم که ما خواسته باشین ادا بکنین حق اینها رو و نکنین. حق زن ادا در افغانستان و در دیگه کشورهای اسلامی بشه یا نشه، اینها سر و صدا خور میکنن، چون هدف از اینا منحرف کردن اذهان اینها در واقع کشاندن دخترهای مسلمان به سوی بی‌عفتی و بی‌حجابی و بدبختی و هزار بدبختی هست. اما این که چرا بعضی ها حق زن را مراعات نمیکنن، چون من اصلا میخوام که از این بحث خارج بشم که اینها ارزش از این ندارن که ما بیان بله از اینا بگین که چرا اینها این کار میکنن، چون هدف اونها چیز دیگری است. ما استاد گرامی هدف اونها را میگذاریم کنار، اما یک حقیقت هست این یا نه که در برخی مثلا در حتی در کشورهای اسلامی اعتراف میکنم که حقیقت تلخیه که در بعضی از کشورهای اسلامی بعضی از مسلمانانی که نمیدانند یا میدانند خودشان را به در جهل و نادانی میزنند، کارهای از اونها سر میزنه، ولی اینها نمایندگی از اسلام نمیکنه، نمایندگی از خود آنها میکنه. و این حرف شما درسته که نباید ما حرف و دهان آنها بدیم و در واقع وسیله بشین که اونها به هر حال اعتراض بکنن بر ما. ولی با آن هم گفتم که اگر کل حقوق اسلامی و انسانی زنها در کشورهای اسلامی مراعات بشه، باز هم اینها سر و صداها دارن و مطمئن باشین که سر و صدا اینها پایین نمیه تا زمانی که دختر مسلمان روی استیج استاد بشه، بخوانه، برقص، لباس تنگ بپوشه، لباس بی حجابی بپوشه، داخل بازار خارج بشه، چشمک طرف این بچه و این بچه بزنه، دختر به هر حال عشق بازی بکنه و به همین ترتیب راههای دیگری که ارتباطات نامشروع دیگری که هست، تا اینها را انجام نده حقوق زن مراعات نمیشه. تا زمانی که عکسهایش روی صابون‌ها و شامپوهای بی ارزش انداخته نشه، به نظر اونها حقوق زن مراعات نمیشه. بله ما حقوق اسلامی حرف داریم در موردش. گفتیم که اینها در واقع افرادی که این کار میکنن اینها نمایندگی از اسلام نمیکنن و اسلام ما حقش را در این برنامه جایگاه زن را معرفی کردیم. تا چه وقت جناب استاد، تا چه وقت ما ادعا کنیم که این مسلمان هایی که عمل انجام میتن با این گونه روش عمل میکنن یا این اقدامات میکنن، اینها از اسلام تمثیل نمیکنن، مگر غیر از مسلمان ها
دیگه کسی از اسلام نمایندگی کرده میتونه؟ یعنی من این فرد مسلمان که از اسلامم از دینم نمایندگی نکنم کی نمایندگی میکنه؟ جناب استاد بحث نمایندگی بحث جداییه. ما این که تاکید خب میکنیم طرف به این که یک مقابل مسلمان جانب شیخ جناب استاد ببینید شما وقتی مثلا موضوع عمل کردن به اسلام مطرح میشه این موضوع جدایی هست، اما موضوعی که این فرد بیای اسلام را از روی من و از روی شما و از روی یک کسی دیگه بشناسه این باز بحث جدایی هست. بله اسلام در این مورد تاکید داره. من نمیگم که یک مسلمان نباید به اینها عمل بکنه، یک مسلمان باید عمل بکنه. الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا شما چیزی که میگین عمل نمیکنین؟ یا میگه ادخلوا فی السلم کافه، شما به کل اسلام عمل بکنین، نمیشه که جزء بگیرین جزء ترک بکنین. و این هم جزء از اسلامه، جزء از معاشرات اسلامه، جزء از معاملات اسلام هست و باید به اون عمل بشه و باید یک مسلمان ممثل اسلام باشه. ما حرف من اینه که اگر یک شخص خطا انجام میده نباید ما این را به گردن اسلام بندازیم. حرف من این نیست که یک مسلمان نباید ممثل اسلام باشه. بله اصلا یک مسلمان نمیتونه مسلمان باشه تا زمانی که ممثل اسلام نباشه. باید ممثل اسلام باشه، حقیقت اسلام برای دیگران بفهمانه. چی بسا افرادی هستن که به خاطر عمل نکردن ما مسلمان ها به دین گمراه شدن یا به خاطر بد عمل کردن من و شما باعث بری شده که مسلمان نشه. و خیلی از این وقایع اتفاق افتاده. ما افرادی که مثلا جدیداً مسلمان شدن، ما زندگی نامه ها و به هر حال کارکرد آنها را وقتی بخوانید میبینید که علنی این چیز را میگن که ما عملکرد مسلمان ها باعث بر تأخیر اسلام ما شد و این واقعا جرمیه که بعضی از مسلمان ها مرتکب میشن که باعث بر این میشه که به دهان دشمن حرف بدن و کسایی که مخالفن با اسلام اونها اسلام ستیزتر بکنن، دشمنتر نسبت به اسلام بکنن. اما بحث این که یک مسلمان باید ممثل اسلام باشه در این شک و تردیدی وجود نداره و باید هم باشه. خب استاد گرامی تعلیقتان یا جوابتان در پاسخ به فکر کنم باید هم فرصت هست انشاءالله برادر که از ایران فکر کنم سوال کردن که آیا حقیقت داره که پیامبر سلام یکی از زنانشون را طلاق دادن؟ جناب استاد این بحث برمیگرده و بحث روافض قبحهم الله وجههم. متاسفانه میخوان چون بر ام المؤمنین عایشه صدیقه اعتراض بگیرن. بله میگن ام المؤمنین عایشه صدیقه طلاق دادن، دروغ میگن. حقیقت اینه که این داستان درست هست که رسول الله علیه السلام قصد طلاق حفصه رضی الله عنها کردن و حتی در بعضی روایات آمده که این کار انجام دادن ولی جبرئیل امین آمد. جبرئیل امین آمد و گفت که یا رسول الله حفصه همسر تو همسر است که مطیع و فرمانبردار الله هست و شب نمازگزار عابده، او را طلاق نده، رجعت بکن، دوباره بازگشت بکن به حفصه. و این روایت حتی این روایت در حلیت الاولیاء امام ابو نعیم آمده و همچنین در مستدرک حاکم امام حاکم هم این روایت آورده و امام البانی هم اون حدیث را حسن گفته. به هر صورت یعنی هست، حقیقت داره، ولی از این نمیشه برداشت کرد بلکه این حدیث بر فرق سر روافض میخوره که حقیقتا تعریفی برای ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها است، نه اینکه کدام نقصی برایشان باشه. استاد گرامی در دقیقه پایانی برنامه هستیم، در نیم دقیقه اگر حرف دارین و الا برنامه را خاتمه میدیم. بله جناب استاد، ما در مورد حقوق همسر هم جایگاه همسر بگیم جایگاه همسر صحبت کردیم. فقط یک حدیث را اشاره میکنم که رسول الله علیه السلام در حدیثی که امام مسلم روایت میکنه در صحیح خود، حدیث شماره 3716 میفرمان الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. کل دنیا متاع و بهره‌مندی، شما میتونید از بهره‌مندی دنیا استفاده کنید. بهترین بهره‌مندی و متاع دنیا زن صالحه و زن نیکوست. پس خوشا به حال خواهران مسلمان ما که نیکو هستن و خوشا به حال برادری که همسر نیکو داره و باید با او نیک رفتار باشه. جناب استاد گرامی استاد عبدالرحمن فاتح و تشکر از بیننده های عزیزی که تا این لحظه با ما بودند و امیدواریم که توانسته باشیم بخش از جایگاه زن و اهمیت زن و مقام زن را در دین اسلام که اسلام برشان اهمیت قائل شده است روشن نموده باشیم تا خواهران ما فریب مخالفین، فریب دشمنان، فریب اسلام ستیزان را نخورند و برادران ما هم این فرصت را به اونها ندهند که از عملکردهای از اینا از روش غیر اسلامی و بدور از اسلام برخی از مسلمان ها سوء استفاده بکنند. بیننده های عزیز و گرامی، در پایان برنامه از همه شما اظهار سپاس و امتنان دارم و همه شما را به پناه حضرت یکتای بی همتا می سپارم. خدایار نگهدارتان
و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.